بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله، أو كما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. برادرای عزیز و نهایت گرامی، در تمام انسانیت بهترین هستی ها به نزد الله جل جلاله انبیاء علیهم السلام بودند. انبیاء علیهم السلام نسبت به افراد عام جامعه سه خصوصیت بارز داشتند: بسیار حسین بودند، بسیار ذهین بودند و بسیار قوی بودند. امتیاز انبیاء علیهم السلام به اعتبار ذهانت و به اعتبار قوتشان نبود و نه به اعتبار حسنشان بود، بلکه امتیاز انبیاء علیهم السلام به این خاطر است که مردم به طرف ذات پروردگار دعوت میکنند. وقتی مردم عبادت اسباب مادی را ترک میکردند و بالاخره عظمت ذات پروردگار در قلبهایشان راسخ میشد، دومین مکلفیت انبیاء علیهم السلام ای بود که به خاطر زندگی بهتر این مسلمان ها شریعت بیاره تا در روشنی شریعت ذات پروردگار تمام ابعاد زندگیشان تنظیم شد. همیشه همراه برادرای عزیز صحبت داشتیم. یک باریکی در اینجا هست: انبیاء علیهم السلام که پیش از نبی علیه السلام مردم به طرف خدا و اسلام دعوت میکردن، پیام و رسالتشان محیطی و منطقوی بود. موقعی که قوم به اثر دعوت نبی و پیامبر وقت به هدایت می آمد، آهسته آهسته نبی و پیامبر رحلت میکرد. اگر در قوم ارتداد می آمد، خداوند جل جلاله برش دیگه نبی و پیامبر روان میکرد. مثلا صرف برای قوم بنی اسرائیل خداوند جل جلاله 4000 پیامبر فرستاد، از موسی علیه السلام گرفته تا به ظهور عیسی علیه السلام. امی 4000 نبی و پیامبر هم مردم به طرف تورات دعوت میکرد. ولی در آخر جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم من حیث پیامبر جهانی ظهور میکنه، مثل که ذات پروردگار رب العالمین هست. الحمدلله رب العالمین، ثنا و صفت شایان او ذاتی هست که او پروردگار تمام جهانیان هست. الله جل جلاله راجع به نبی علیه السلام ارشاد می فرماید: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ای پیامبر گرامی، ما تو را برای تمام جهانیان ذریعه رحمت فرستادیم. کریم صلی الله علیه و سلم در امر دعوت امت با خود همکار ساخت، چون دیگه نبی و پیامبر نمیه. در اولین روزه که جناب ابوبکر صدیق صاحب به اسلام مشرف میشه، برای نبی اسلام عرض میکنه: یا رسول الله، مکلفیت ما چی هست؟ نبی اسلام میفرماید که کار یک کار است، من تا وحی صرف بالای من نازل میشه، صرف ما پیامبر هستم، ولی در امر دعوت همه شما با ما برادر یک مسئولیت داریم. ببینید برادرای گرامی، ابوبکر صدیق صاحب اول نماز نمیخوانه، او طواف نمیکنه، او برادر حج نمیکنه، او یک دعوتگر هست. فوراً میره رفیقای خدا دعوت میده. پیش از اینکه دیگر شود، جناب حضرت ابوبکر صدیق صاحب پیش نبی علیه السلام حاضر میشه: یا رسول الله، این دستمزد امروز است. 6 نفر برای نبی علیه السلام پیش میکنه: این دستمزد امروز است.
غالبا در او جمله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و حضرت عبدالرحمن بن عوف هم تشریف داشتند. برادرای عزیز و نهایت گرامی، موقعی که نبی علیه السلام رحلت کرد اسلام صرف در جزیره عرب و یا در عربستان سعودی بود. وقتی ما میگیم نبی علیه السلام امت با خود همکار ساخت، این کدام امت است؟ کنتم خیر امت. هیچ امت در قرآن صفتش خدا نکرده بجز از امت جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم. هیچ امت پیش از شما داخل جنت شده نمیتونه تا امت جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم به جنت داخل نشد. چرا؟ اخرجت للناس. این امت جهانی هست. این پیام جناب نبی علیه السلام به تمام جهانیان میرسانه. من خدمت شما عرض کردم جناب نبی علیه السلام موقعی که رحلت کرد اسلام صرف در عربستان سعودی بود، ولی تا به جنوب فرانسه را کی رساند؟ تو موقعی که هارون الرشید ابر در آسمان میدید گفت برو هر جایی که میمیری، برو هر جایی که میری ببار، سرانجام خراجت به ما میرسه. دین به تمام مناطق آباد جهان رسید. عزیز برادرای گرامی که در رساندن پیام جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم اول مسئولیت علما هست. العلماء ورثة الانبیاء. علمای ورثه انبیاء علیهم السلام است. از انبیاء علیهم السلام هیچ درهم و دینار به میراث نمانده که به علما برسه. صرف کار فکر، کار دعوت، کار اعلای کلمت الله. بعد از او طبقه تعلیم یافته و روشن فکر تا به اندازه که به بی استعدادترین فرد نبی علیه السلام خطاب میکنه بلغوا عنی ولو آیه، یک سنت مختصر مرا به جهانیان برسانید. برادر، این حلقه فکر هست، این حلقه بیداری هست. نبی علیه السلام من حیث یک قلب در جامعه و این لک فی النهار سبحا طویلا. ای پیامبر گرامی، ببینید رسالت نبی علیه السلام ذات پروردگار برش چقدر زیبا توجیه میکنه. نبی علیه السلام با یک شناور و میدان دعوت با یک بحر بیکران تشبیه میکنه. و این لک فی النهار سبحا طویلا. ای نبی علیه السلام بری تو از طرف روز در بحر بیکران شناوری بی پایان هست. وقتی روز فارغ شدی رخصتی نیست. فاذا فرغت فانصب. وقتی فارغ شدی باز مجاهده بکو. و الی ربک فارغب. و پروردگارت نزدیک شد. روز در میدان دعوت و کارزار، شب تهجد. یعنی نبی اسلام حیثیت قلب در جامعه داشت. قلب 24 ساعت حرکت میکنه، بیدار است. چی فکر میکنین؟ یک آبازه که خودت در بحر مندازه، خودت در دریا مندازه، نجاتش در توقف است یا نجاتش در حرکت است؟ نجاتش در حرکت هست. مثل که نبی علیه السلام 24 ساعت مثل قلب واره حرکت میکرد. ما میگیم خلفای راشدین، صحابه کرام، سیرت هر صحابی در حقیقت معرف سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. برادر بسر نشینین و نخیزین، درس از دیگه همت کنین بیشین در غیر زو برادر مرازار نتین. برادرای محترم، ما میبینیم که از وجود هر صحابی عطر سیرت پیامبر خدا به مشام میرسید. ما میبینیم که در دوران خلافت حضرت ابوبکر صدیق صاحب شب و روز بیدار بود. حضرت عمر صاحب شب و روز برادر بیدار بود. شبها پیره میکرد، گزمه میکرد. خلفای صالح. این که نبی علیه السلام به ما و شما خطاب میکنه آگاه باشین که در جسم شما یک پارچه گوشت هست. اگه این پارچه گوشت اصلاح شد، یعنی بیدار بود، تمام وجود اصلاح و بیدار می باشد. اگه این قلب توقف کرد یا کیفیتش خراب شد، تمام جسم فاسد میشه. چی فکر میکنین؟ رسالت امت جنابی نبی علیه السلام برادر مثل نبی علیه السلام شب و روز مسلمان باید بیدار باشه. در مقابل دسایس یهود و نصارا مسلمان باید بیدار باشه. کلانترین گناه برادر چی است؟ غفلت. کلانترین گناه برادر غفلت هست. نبی علیه السلام می فرماید المؤمن کیس فتن. مسلمان باید بسیار دانشمند، بسیار هوشیار، بسیار بیدار، حساس. متعجب میکنم یک نوجوان میگه جیب مرا که صبر زد. جای شرم نیست؟ این غافل میشه که جیب تو را که صبر میزنه.
ببینید حضرت حذیفه صاحب بیداری خود چی رقم به ما بیان میکنه. غزوه احزاب هست، تمام احزاب مقیم جزیره عرب به طرف مدینه منوره شوریدن. بالاخره پیامبر خدا مشوره میکنه، به سر مشوره حضرت سلمان فارسی بالاخره خندق کشیده میشه. حالات چنان مضطر و پریشان میشه که حضرت حذیفه صاحب که رازدار نبی علیه السلام بود میگه که آنقدر شب تاریک طوفانی و هوا سرد بود که ما دستای خود نمیدیدیم. هوا بسیار سرد بود. ما به خاطر دفع سردی جز از اونمو چادر کوچک خانمم که او را دور خود پیچ کرده بودم و رو به دل به زمین افتاده بودم، دیگه هیچ چیز پیش من نبود که خود گرم کنم. این موقع جناب نبی علیه السلام سر ما صدا کرد کی هستی؟ من گفتم حذیفه. برو در صفوف دشمن چی میگذره؟ برو حذیفه تو بیدار هستی؟ بی